الله رب العزت برای آن نفرانی که قرآن را میخوانند و به آن عمل مینمایند کفالت و ضمانت داده است که آنها در دنیا گمراه و در آخرت بدبخت و دوزخی نخواهند شد. چون که خداوند در آیه 123 سوره طه می فرماید استعیذ بالله فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقى، یعنی هر کس از هدایت من پیروی کند گمراه و بدبخت نخواهد شد. در این آیت مراد از هدایت پروردگار کلام پاک اوست که نامش قرآن است و آن را همراه یک معلم بهترین که نامش محمد صلی الله علیه و سلم است برای تعلیم و هدایت تمام بشریت فرستاد تا در دنیا سرگشته و حیران شده به گمراهی نروند و در آخرت داخل دوزخ شده بدبخت نشوند. ولی متاسفانه امروزها این کتاب آسمانی و هدایتگر مردمان مهجور است و بالای آن در کنج خانه های مسلمانان گرد و غبار گرفته است و یا با 7 جلد پیچانیده در کنج خانه ها برای حفاظت از جن و شیاطین آویزان است. گویا قرآن تنها برای فاتحه خوانی در سری گور و سیبگاهی و چیل نازل شده است. العیاذ بالله. ای وای بر ما که قرآن نمیخوانیم، اگر هم بخوانیم معنای آن را نمیفهمیم و اگر هم بفهمیم به آن عمل نمی کنیم. قسم به خدا که قرآن از ما شکایت می کند. خدایا ما رو توفیق عمل کردن به قرآن را نصیب فرما. و السلام علی من اتبع الهدى. کن گرد و غبار از روی قرآن مجید تا پس از شام جهالت روشنی گردد پدید تا شود فصل خزانه مسلمی فصل بهار گفت گردد سرنگون و دین احمد آشکار تا دوباره عزت ما در جهان غوغا کند عشق قرآن در میان سینه و دل جا کند تا بسوزد ریشه جهل و تبا